سلام، صبح بخیر. بعد مدت ها با یه ولاگ اومدم خدمتتون. بریم امروز یه ورکشاپ مدلی. حقیقتا یه ذره اوورویت دارم به خاطر اینکه از وقتی اومدم اینجا خب مهاجرت اوورویت همیشه به نظرم تو 90% کیسا شامل حالش میشه. قشنگ براتون توضیح میدم توی یه ولاگ یا یه ویدیوی جداگونه چرا و به چه دلیل آدمایی که مهاجرت میکنن وزن اضافه میکنن یا هرچی. برای همین با خودم گفتم نه، خب دارم الان رژیمم رعایت میکنم و ورکاوت میکنم و ورزش میکنم. گفتم من رژیمم رعایت میکنم و بعدش که مثلا دوباره تیم شدم مثل قدیما بلند میشم میرم کلاسش و ورکاوتش و اینا. بعد دیدم واقعا این یه چیزیه که کلا نه حتی من و همه آدما رو از زندگیشون عقب میندازه. وقتی من این شدم میرم، وقتی من اون شدم میرم، این به این معنی نیست که مثلا بگم او ما همینطوری که هستیم پرفکت مثلا خودمون رو در نظر بگیریم دیگه هیچ تلاشی برای رشد خودمون نکنیم، نه. ولی به این معنیه که تو زمانی که نری تو دل اون کار رو انجامش ندی، حتی به نظر من به اون نقطه هم امکان داره هیچ وقت نرسی یا خیلی دیر برسی. ولی وقتی که تو داری میری و انجامش میدی، همون پروسه رفتن داخل اون ماجرا، حالا من سعی میکنم این رختا نیفته، حالا هی داره میفته، بیا رخته چیه دوربین میخوای بیا، حالا سعی میکنم اونا نیفته. رفیق هندی من اینجا داره میگه این چشه این دیوونه. آره وقتی که میری تو اون پروسه شاید اون ورکشاپ اصلا باعث بشه که من خودم خیلی خود به خود همه چی بیشتر رعایت کنم، بیشتر جدی بگیرم. و همیشه وقتی تو قدم میذاری و یه کاری رو انجام میدی 100% که رشد و پیشرفت بیشتری خواهی داشت. پس فاک با اوورویت. من بلند میشم میرم هیلز که کفش پاشنه بلند برای مدلینگ مناسب ندارم. یه دونه کلوین کلی دیدم توی برند فورلس، ما پایین ساختمونمون یه دونه برند فورلسه. برای بچهای ایران برند فورلس یه فروشگاهیه که مثلا اون برندایی که مثلا ازشون تک سایز مونده به فروش نرفته یا هرچی و با قیمت نسبتاً بهتر میارن توی یه فروشگاهی به اسم برند فورلس و به فروش میرسونن. یعنی مثلا از نایکی یه تیشرت اسمال مثلا فروش نرفته میاد اینجا ارزان‌تر به فروش میره، یا مثلا یه کفش فروش نرفته تک سایز مونده میارنش اینجا با یه قیمت بهتر به فروش مثلا میرسوننش. مثلا یه کفش کلوین یا کلاین اگه درست بگم اسمشو، سایز من بود 150 خورده درهم، نزدیک 160 درهم بود. ولی دوستان بهم گفتن ببین تو اگه فقط برای واک میخوای میتونی بری پاساژ و خیلی آپشن خوشگل‌تر و بهتر از این کفشی که نشونمون دادی بگیری با قیمت بهتر. حالا من گفتم این کارو میکنم، الان بلند میشم آماده میشم میرم شاب، میرم مال، میرم پاساژ 20 تا آپشن، بعد میرم کفشا رو میبینم. اگه کفش خوشگل‌تر از اون پیدا نکردم میام همین برمیگردم پایین ساختمونه میام همینو میگیرم. ولی کلا این برند فورلس همه چی داره، یعنی مثلا اینطوری نیست صرفا کفش باشه یا لباس باشه، یه حالت فروشگاه طوریه دیگه، همه چی داره، لوازم خونه، کیف، کفش، جوراب، لباس، همه چی. به خاطر همین کفش پاشنه بلند زیاد نداشت اصلا، یعنی من باید دقت میکردم. کلا 3-4 تا کفش پاشنه بلند داشت که همش سایز من نبود. 2 تاش سایز من بود که یکیش برای مثلا مهمونی شب و اینا از زرفرقیا بود، به درد مدلینگ و واک نمیخورد، و یکیش خوب بود که اونو دیگه حالا مثلا گفتم بگیرم، که گفتم اول برم آپشنامو ببینم، اگر آپشن بهتر از اون نبود برمیگردم اینجا و اونو میگیرم. حالا بالاخره در ادامه با من باشین، دوستتون دارم، love you. و اول از همه که باید اینو میگفتم، من خیلی شرمندم که یادم رفت اول ویدیو اینو بگم. این ویدیو هم تقدیم میکنم به تمام جاویدنامایی که الان بینمون نیستن، تمام کسایی که آرزوهای بزرگتر از من داشتن، تمام کسایی که بهتر از ما بودن، جاشون میونه ما خیلی خالیه، شجاع بودن، انسان ترینامون بودن. واقعا دیگه آدمایی مثل اونا توی نسل ما فکر نکنم دیگه تکرار بشه. از شجاعتشون بگیم، از زیباییشون بگیم، از هنرشون بگیم، از استعدادشون بگیم، به خانواده‌هاشون، به رفیقاشون، به پارتنراشون، به همه از اینجا تسلیت میگم و بدونین من همراهتونم و پشت تک تکتونم. ولی صرفا دوست داشتم حال خودم هم عوض کنم
و حال مخاطبامو یه ذره عوض کنم، نه برای عادی سازی نه برای حواس پرت کنی هست صرفا. امیدوارم که لذت ببرین از این ولاگ و امیدوارم که ایران آزاد بشه. با امید آزادی ایران انشالله برگردیم با هم دیگه و کشورمون جایی باشه که پیشرفت کنیم و یه فرصت هایی مثل مدلینگ و اینا که مثلا واقعا اگه حرفه بخوای پیش بگیریش مجبوری از ایران بری، امیدوارم تو کشور خودمون فراهم بشه که به صورت حرفه‌ای دنبالش کنیم و پا توی مقطع‌های جهانی بذاریم. نه تنها لیاقتشو داریم بلکه بهترینا و با استعدادترینامون هستن. خوشگل‌ترینا از تمام دنیا من میتونم بگم تو ایرانن، از لحاظ چهره، اندام، قد، همه چی تو ایران پرفکته برای مقطع جهانی، یعنی رو دستش نمیاد. من اینو ببین 100% دارم بهت میگم. یه چیز دیگه هم که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که اینجا که رفته بودم با یه آژانس مدلینگ مصاحبه داشتم، یعنی دعوتمون کردم برای ورکشاپ که بریم و اینا، که من واقعا ببین نگرفتم. اون ورکشاپ هم خیلی خوب بود، من تو شرکت نکردم. حالا میگم چرا، به خاطر همین تظاهرات که شد. اصلا من کانکتمو با خانوادم از دست دادم، اصلا یه حالی نگم فاز منفی ندم، ولی واقعا اینو بهتون بگم که آژانس به من گفت اسم آژانس رو یادم رفت، حالا براتون منشنش میکنم. گفت که من ایرانی بهترین مدلایی که باشون کار میکنم، معروف ترین مدلایی که باشون کار میکنم توی دبی مرد ایرانی هستن و دختراشونم. حالا من بعداً توی ادامه ولاگ اگه دوست داشتین بهتون میگم چه جوری شروع بکنین، چه چیزایی رو رعایت بکنین، چه چیزایی رو رعایت نکنین، یا توی یه ولاگ کاملا جداگونه که حواس پرتی نشه. حالا میونه این همه داستان یو بیام بهتون نسخه بدم. خلاصه با من همراه باشین، ولاگای بعدی رو دنبال کنین. سعی میکنم بیشتر اسپسیفیک تر باشه و به دردتون بخوره، مثلا تخصصی راجبش صحبت کنم که اگه خواستین ازش استفاده بکنین بتونین که انجامش بدین. دوستتون دارم. فعلا. Brisa louca, depois do baile, a 100 km pilotando a nave. Ela pediu pra mim parar o carro, até pensei que tinha cortado a vibe. Mas só pela cara dela eu já entendi o recado. Ela não quer só mamar, pediu pra estacionar o carro pra sentar no caralho, pra sentar no caralho. Pediu pra estacionar o carro pra sentar no caralho, pra sentar no caralho, pra sentar no caralho. Fazendo drift no caralho, vou passando marcha na pipa. Fazendo drift no caralho, passando marcha na pipa. Fazendo drift no caralho. A virada no passageiro parecendo a puta do GTA 4. Passando marcha na piroca, fazendo drift no caralho. Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Now this might be on the So much fucking stress. And we will start the practice. Okay, all together. Did you see your Okay. Чтобы увидеть, какие мы можем делать фотографии, да? Because we have keys, yes? You need to know how to work with your keys to make your legs go. Какая поза ваша? Hope so. Смотрите, вы сейчас закрыли свою шею волосами. 1, 2, 3. I can give you something from this 20 years of experience, right? So, and definitely if you will go to the Google. Anyway. I think this is like the king. Okay, anyway, No problem. I will anyway share this space with you, yeah, so you can go, and then I will work on these 3 photos. Yes. So you can see the difference also, but you can see nice pictures that can be published in magazines, right? So with a lot of confidence and a lot of Oh fuck.
من الان کلاسم تمام شد. انقدر عجله کار کردم که نتونستم از همه جزئیات یعنی براتون بگیرم. من همیشه عادت دارم خیلی دیتیل رو به کار ببرم، چه تو صحبتام و چه توی بلاگام، ولی مثل اینکه مردم خیلی خلاصه دوست دارم ببینن. یعنی مثلا پیشنهادایی که گرفتم اینجوری بود که آره بلاگ‌های خیلی طولانی مدت حوصله آدمو سر حقیقت خوب. خودم هم کی میام بلاگ بشینم ببینم 50 دقیقه 1 ساعت یارو داره تو روزش چیکار میکنه. من 1 ساعت تو روز وقت میذارم خودم و اصلا از خودم فیلم برداری کنم که حالا برم 1 ساعت وقت بذارم ببینم یکی دیگه داره چیکار میکنه. حالا خداییش دروغ نباشه خیلی وقتا این کارو کردم، لذتم بردم. مثلا آدمایی که فاز مثبت دادن، آدمایی که حتما اینطوری نبوده که برم 1 ساعت وقتم برای آموزشی یا چیزایی که مثلا صرفا سرگرم کننده است، مسابقه یا همچین چیزی بذارم. گاهی اوقات واقعا تایممو 1 ساعت اینا گذاشتم فقط وایب خوب دیدم، آدم درست حسابی دیدم. اینجوریه بیشتر فاز من تا اینکه بخوام میدونی کار دیگه بکنم.